یه پسر فقیر از یه روستای سرد توی ترکیه، کسی که مدرسه رو توی 12 سالگی رها کرد تا فقط بتونه یه لقمه نون بیاره خونه. ولی چند سال بعد همین پسر تبدیل شد به یه نماد جهانی. کسی که فقط با یه حرکت دست دنیا رو تسخیر کرد. اما یه روز همون شهرت جهانی تبدیل شد به بزرگترین دشمنش. این داستان صعود و سقوط سالت بیه. مردی که با یه دانه نمک طلا ساخت و بعدم از طلا خورد زمین. سال 1983 نصرت گوکچه توی یه خانواده فقیر در شرق ترکیه به دنیا اومد. پدرش معدنچی بود، مادرش خونه‌دار. وقتی فقط یه بچه بود، فهمید زندگی آسون نیست. در 12 سالگی ترک تحصیل کرد و به استانبول رفت تا شاگرد یه قصاب بشه. کارش بریدن گوشت، تمیز کردن، جمع کردن استخونا. سخت، خسته کننده، اما پر از یادگیری. اون روزا نصرت فقط یه آرزو داشت. یه روز مردم دنیا گوشت منو بخورن. چند سال بعد نصرت تصمیم گرفت دنیا رو ببینه. به آرژانتین رفت تا هنر برش گوشت یاد بگیره. بعد هم به آمریکا سفر کرد و توی رستوران‌ها کارآموز شد. پول نداشت ولی هر شب تا دیر وقت تمرین می‌کرد. می‌خواست ترکیب هنر، نمایش و مزه رو پیدا کنه، چیزی که هیچ کس قبل از اون امتحان نکرده بود. سال 2010 بالاخره رویاش شروع شد. اولین رستورانش رو توی استانبول باز کرد. اسمش رو گذاشت نصرت، ترکیب اسم خودش و کلمه ات، یعنی گوشت. اون موقع فقط چند تا میز داشت، اما نصرت یه چیز داشت که هیچ کس نداشت: استایل. یه روز یه ویدیوی کوتاه ازش منتشر شد. توی اون ویدیو نصرت با یه حرکت خاص نمک رو از روی ساعدش روی گوشت میپاشید. در عرض چند ساعت ویدیو میلیون‌ها بازدید گرفت. دنیا یه لقب جدید براش پیدا کرد: سالت بی. بعد از اون همه دنبال تجربهش بودن. ستاره‌های فوتبال، بازیگرها، سیاستمدارها. از مسی گرفته تا لئوناردو دیکاپریو. هر کسی میخواست یه ویدیو با سالت بی داشته باشه. رستوران‌هاش توی دبی، میامی، لندن و نیویورک باز شدن. گوشت‌هاش با ورق طلای 24 عیار سرو میشد و هر بشقاب هزاران دلار قیمت داشت. نصرت تبدیل شد به یه برند جهانی. از یه قصاب ساده به یه افسانه اینستاگرامی. اما جایی وسط این درخشش ترک‌هایی شروع به ظاهر شدن کرد. شعبه نیویورک افتتاح شد، اما منتقدا گفتن غذا متوسطه، فقط نمایش زیاده. مردم گفتن ما برای سلفی پول داریم، نه استیک. قیمت‌ها سرسام‌آور بودن و بعضی‌ها تجربه رستوران رو شوخی توصیف کردند. بعدش نوبت شکایت‌های کارکنان رسید. اتهام‌هایی مثل پرداخت نکردن انعام‌ها، رفتار ناعادلانه، اخراج بیدلیل. برخی شعبه‌ها به خاطر تخلفات بهداشتی بسته شدند و ضربه آخر جام جهانی قطر. فینال جام جهانی تموم شد. آرژانتین قهرمان شد، مسی جام رو بالا گرفت و ناگهان سالت بی وسط زمین بود. جام رو گرفت، مدال بازیکن‌ها رو لمس کرد، باهاشون عکس گرفت. اما این حرکت برخلاف قوانین فیفا بود. مردی که یه روز نماد موفقیت بود، حالا تبدیل شد به سوژه تمسخر. فیفا دسترسیش به مراسم‌های بعدی رو قطع کرد و دنبال کننده‌هاش یکی یکی کم شدن. هنوز ثروتمنده، هنوز رستوران داره، ولی اون درخشش اولیه دیگه نیست. شاید مردم از نمایش خسته شدن. شاید دنیا دنبال صداقت بیشتر تو زرق و برق. اما چیزی که هیچ وقت از بین نرفت، داستان پسر فقیریه که با یه حرکت ساده دنیا رو تسخیر کرد. نصرت گوکچه ثابت کرد که گاهی فقط یه ذره نمک میتونه مسیر زندگیت رو عوض کنه. اما اگه زیاد بریزی، همون نمک میتونه طعمتو تلخ کنه. خب رفقا، اینم از داستان باور نکردنی نصرت گوکچه یا همون
سالت بی معروف، پسر قصابی که یه روز با یه حرکت ساده دنیا رو شوکه کرد. اما بعد فهمید که شهرت همیشه هم خوش‌طعم نیست. حالا نوبت شماست. به نظرتون سالت بی حقش دوباره به اوج برگرده یا فکر میکنین اون دوران طلایی تموم شده؟ حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن، سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش رو هم بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.